چند روز پیش تو اینستا یه پست دیدم که مطمئنم همتون دیدیم و اون پست این بود. این میگم پادشاه عقربا فقط 300 تومن. این یه صندلی گیمینگ عقربیه. بچا قیمت این صندلی 300 میلیون، یعنی پول یه پراید. ولی ما خودمون با کمترین هزینه میسازیم و این قسمت یک ساخت صندلی گیمینگ عقربیه. برای ساخت این صندلی ما اول باید اسکلت صندلی رو بسازیم با آهن 3x3 و 2x2. بریم از آهنگری آهناشو بخریم، در ادامه بهتون میگم چی به چیه. خدمت یکی از بهترین وسایل گوشکاری هستیم داش نصیر. ولی به من یاد بده من دوباره به این فرمت قرار گوشکاری بکنم. بده یه تا خالیشو من بزنم. چطوریه؟ فشار بدم؟ چرا؟ من و این آقای لاشی که میبینید تو تصویر ریدیم. بعدم ریدیم زنگ دادیم دوستای اصلی اومده. الان چیپ زده بود بنده خدا می‌خواست بره بیرون. آوردمش اینجا کار کنه. چه اینطوریه؟ این قسمت میشینی تکیه‌گاه، مانیتور، پیسم که باید این قسمته. مانیتورم